هوش مصنوعی داره چی کار میکنه با دنیا؟ اگه فکر میکنی که خیلی بیسیک داری از چت جی پی تی استفاده میکنی، پس باید بیای توی تنظیمات و بخش کانکت اپ and کانکتورز. اینجا یک سری لایبرری داریم، یه سری مکمل داریم، یه سری اپلیکیشن داریم. چت جی پی تی بهش میگیم مثلا عکس بساز، ولی عکس چرت و پرت میسازه، یا اون چیزی که بهش میگی رو برات اعمال نمیکنه. پس میای چیکار میکنه؟ از ادوب اکسپرس استفاده میکنه، اینو کانکت میکنی که از اینجا کانتینیو تو ادوب اکسپرس رو میزنی، میره تو سایتش. حالا باید با فیلتر شکن خوب برید، اکانت داشته باشید، ایمیلتون و اینا رو بزنید و کانتینیو کنید، ساین این کنید در واقع. وقتی این کار بکنید به این کانکت میشید و به صورت رایگان بخش عکس چت جی پی تی تون فوق العاده خفن میشه. و همینطور توی هر زمینه دیگه که فکرشو بکنه. کنوا هم فکر کنم هم کد نویسی هم برای عکس، و فیگما که برای کارهای حرفه‌ای برنامه نویسی انجام میشه، و فایرفلایز هم فکر کنم برای همون ادوب کارهای عکس و اینجور چیزا. کویز برای آزمون و اینجور چیزا بهتون کمک میکنه. سمراش برای وبسایت و سئو بهتون خیلی کمک میکنه. اسپاتیفای توی موسیقی بهتون کمک میکنه، و استرایپ هم که برای خدمات پرداخت بین المللیه. تریپ ادوایزور هم برای گردشگری و اینجور چیزاست که هتل رزرو کنید و فلان کنید. وقتی اینا رو کانکت بشید بهش، خب 1000 برابر قوی تر میشه هوش مصنوعی و میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. مثلا سفر خارجی برید، مثلا میگید روستای فلانجا میخوام برم، یه دونه هاستل برام پیدا کن. تریپ ادوایزر قطعا یه سری کامنت ها داره، مثلا میگه نظرات اون هاستل برای من بخون، هتل برای من بخون، خوب هست خوب نیست، اون روستا خوبه خوب نیست، جای گردشگری داره نداره، براتون دو سو پیدا میکنه. درست از گوگل استفاده میکنه، ولی وقتی به اینا کانکت باشه اطلاعات مستقیم رو براتون میاره که هم سریعتر هم راحتتر هم فریه دیگه دنبال آپگرید کردن و پول دادن به چت جی پی تی نیستید. و این قابلیت خیلی خفنه. قابلیت دیگه ای هم داره که دوست دارم توی ویدیوهای بعدی بهتون